سلام با شما هستیم با کانال جیکوپوک. به کانال ما خوش اومدین. امیدوارم که لذت ببرین. امروز کلمه داریم، کلمه های مختلف. میخوایم این کلمه های راجع به یه محدودی میخوایم تعیین کنیم، یه محدوده براش تعیین کنیم. همین که ایشون گفت نذاش من صحبت کنم. خب لغت هایی که مربوط میشن به اداره آره هر چیزی که تو اداره هستش رو میخوایم براتون بگیم، ببینیم کی از همه بیشتر خلاق تره. بریم آفیس الان اداره. خب اداره شروع کنیم. بله. میز، مداد ها، دفتر، حسابداری، صندلی، لپتاپ، مداد، کامپیوتر، خودکار، پنس، خودکار، سوزن تگر، منگنه. از این سوزنایی که اصلا ریزن، چی میگن به اونا؟ سوزن ریزه هستن؟ سنجاق؟ من اصلا سنجاق، اوکی؟ سوزن تگر، نه تگر دیگه گفتن، همون سنجاق، اوکی. گیری کاغذ، ماجیک هایلایت، ماجیک وایت بورد. بله. بعد دیگه سطل اشغال. بگو 3 ثانیه بیشتر هر کسی نگه. هر کس 5 ثانیه. خب لپتاپ گفتی آره، وای فای. آره. خب چیز زباله، پرینتر، کاغذ پرینتر، طبقه بندی داری. جوهر ها. خودکار قرمز، خودکار مشکی، خودکار بنفش. کل رنگا رو میخوایم بریم ها. ساک دستی ها. اینا میشه پوشه. از این آهنایی که توی پوشه هست، اسمشون نمیدونم چیه. قاشق چنگلی با مصرف. کلاسور، ورقه آچار، فنر دفتر کتاب. چی هست؟ از این سیماش دیگه، سیمایی که توی کتاب و دفتر و حساب نمیشه. سیم آقا، سیمه دیگه. سیم چرا حساب نمیشه؟ میخوای همین الان نشون بدم؟ سراحی. اوکی. سیم سرای سیم نداره؟ بابا سراحی گفتم، سیم که دیگه همه جا هست. سیم نمیشه گفتم. سیم کامپیوتر. خب که کامپیوتره، هیچ فرقی نداره. سیم. عجب. لیوان، چای لپتون یا لیپتون. قاشق چای خوری. قاشق چای خوری. شکر. قاشق غذا خوری. بگو دیگه. یک. شکر رو گفتم دیگه. نه شکر ما قبلش. یک. دوباره بگم. سینی. دقیقش بریم. شکلات. قندان. اینو بگیم داره. کلید. در. تخته. غلطگیر. کاغذ یادداشت. موس. چی؟ موس. کامپیوتر اداری. پی سی. کامپیوتر رو گفته بودم. نه نگفتی، سی میشه گفتی. نه کامپیوتر رو اولش گفتم لپتاپ، بعدش دوباره اسم بعدش گفتم کامپیوتر. سوختی. نه سوختم. میز. میزم گفته بودی. کیف. زیر موسی یا حسین. دیگه پوشه پلاستیکی برای کاغذ. پوشه پلاستیکی برای کاغذ. کاور پلاستیکی. کاور برای 4. دستمال کاغذی. دستمال چند بار مصرف. جای دستمال کاغذی. پرده. بچه‌تون زرده. حالا از یه سری چشمای نظر هستن که اینجوری میذارن تا چشم زدی بخوره دیگه داری بعد میری تو حاشیه داره میری. نه آخه خیلی هم میذارن. خب آشغال دانی. سطل اشغال گفته بودم. آره ما داریم آشغال دانی. آشغال دانی با سطل اشغال چه فرقی داره؟ دو سطل اشغال اینو میدونیم آشغال دانی.
خب بگو بعدی. مردم عزیز آیا شما قبول میکنید؟ حالا خب میرسیم به یک دو از این نمکدان برای غذا. او خود نمک. خود نمک. یک کشو. دو کشو که جزء میزه. باشه. کشو نمیشه گفت، نه کشو جزء میزه. آقا اسم هستش یا دو کشو. سه چهار کیف هم من گفته بودم. اکه. ای الهی بمیری الهی. یک. یکی من بردم. یک خب به پایان اومدیم این دفتر همچنان باقی. وقت نداریم، از پشت صحنه صدا میکنن، کار ندارید. خدا نگهدار. انشالله با فیلم های بیشتر. انشالله. لایک و سابسکرایب